سعادت امروز برای خوراک نصف روزی شوربای بیگوشت آماده کرده است. از آغاز پاندمی و بسته‌شوی مرزها این خانواده خوراک بیگوشت می‌خورند. قبلا زندگی عائله 5 نفره سعادت از پل مهاجرت پیش می‌رفت. شوهرش عبدالصمد که تا زمان پاندمی در روسیه کار می‌کرد، حالا از بیکاری به مردکار بازار دوشنبه می‌رود تا حداقل نانپولی یک روزش را پیدا کند. معاش ناچیز سعادت هم که از راهروبی به دست می‌آورد برای خریدن مواد خوراک صرف می‌شود. وابسته به همسوم یاخه همسوم که نحصل باشه و چیزای نقد می‌گیریم و کم که باشه وابسته به همسوم می‌گیریم. عبدالصمد بی‌صبرانه انتظار باز شدن مرزها است. بر عوض کاری وزنین او در دوشنبه پل ناچیز می‌گیرد. این کار هم دائمی نیست و روزهای هم می‌شود که با کیسه خالی به خانه برمیگردد. نداریم همه شرایط تو قینه در مردی کاری چند کمی روزش در میره مثل در زلیون کار میکنیم و همو قم میبریم یا که شرایط وزمین هسته همو دا تو بگر اگر این دور صرف شده این کار نیست ایسو بخنکیو هم قدر کار میکنی که مثل میره در شکم میخری. دو پسری سفرگل نورو در روسیه هستند ولی حالا هر دوی آنها در خانه بیکار ماندند. سفرگل میگوید که پسرانش تأمین کننده اساسی عائله بزرگی او و برادر معیوبشان بودند. حالا آنها به خانه پول نمیفرستند و روزگار خانواده با نفقه پولی پیش می رود. ما اکنام در هفتگیم حضور، اردم اکنام، نانم اکنام، قندم اکنام، یک قند 10 سوم، یک لینچه ار 262 سوم، یک جوم خلق، یک جوم میخری. شریف بیگ پسری سفرگل میگوید آنها از بازار ارد خریده نان میپزند. این کم خرجتر است. نان میکنیم همجا در مثال اگم برای کودک‌ها خرج کنیم با همین زندگی را پیش میبریم. بنا به پژوهش بانک جهانی در دوره پاندمی بیش از 40% عائله ها در تاجیکستان خراجات خود را برای خریدن خوراکواری کم کردند. کارشناسان بانک بالاروی میزان فقر را پیشگویی میکنند. انتظار می رود کاهش انتقال‌های پولی مهاجران تیر ماه سال 2020 سبب افزایش کمبزاعتی شود. عائله‌های کمبزاعت در تاجیکستان نسبت به عائله‌های میان حال بیشتر به پول مهاجرت وابسته‌اند. بیش از 80% خانواده‌هایی که از مهاجران پول دریافت می‌کنند می‌گویند اکثراً این مبلغ را برای خوراک و دیگر مواد نیاز اول صرف می‌نمایند. رحمان الماسوف کارشناس مسائل مهاجرت بر این باور است که در آغاز سال 2021 وضع در تاجیکستان یک بار بهتر می شود. با اندیشه او روسیه حالا شدیداً به نیروی کاری نیاز دارد و مسکو مجبور است به مهاجران اجازه ورود دهد یا حتی امکان دارد خودش آنها را ببرد. 10% درآمد مجموعی محصولات داخلی روسیه از حساب مهاجران است. از این 1 یا 2% از حساب مهاجران کاری تاجیک. تصور کنید اگر این مهاجران نباشند، اگر مهاجرت 50% کاهش یابد، حجم مجموعی محصولات داخلی روسیه 5% کم می شود. بنابراین آنها مجبور می شوند از این راه استفاده کنند. حالا معلوم نیست که تا کجا این پیشگویی های کارشناس درست است، اما در هر صورت تحلیلگران بانک جهانی حدس میزنند که وضع در سالهای 2021 و 2022 بهتر می شود. البته در صورتی که اگر واکسن ضد کووید 19 مورد استفاده عموم قرار بگیرد.